آیا ما در امریکا هستم، در اروپا هستم یا هم در دبی. به چی یک زیبایی داره این موتر. نو موتری که داریم اینجا موترای لکسس است، موترای لند کروزر است و همچنین فرونر و موترای بنزین چیزام داریم که غیر از محفلای عروسی جوانا اگر بخواین بر چکر بگیرن میتونن بیاین به این مرکز. مدل از هر مدل موترهای خود جورایی موتر داریم، یعنی بعضیا میخواین که بیشتر از 2 تا یا چند تا موتر ببرن و موترهای یک مدل و یک جوره رو با هم ببرن و خاطر موترهای ترکیبیش رو ببرن. یک ساعتی است که من با خود فکر میکنم که آیا من در امریکا هستم، در اروپا هستم یا هم در دبی. اما خوشبختانه که من در افغانستان زیبا هستم. قسمی که دوستای عزیز شما میبینین موترهای بسیار نازنین و مدل ساله که جدیداً در خدمت هموطنان عزیز ما قرار گرفتن و کسایی که داماد هستن و قرار است محفل خوشی برگزار بکنن. این برنامه ما مختص به همون مردم است و ما آمدیم تا از موتر کرایی ارغوان که امروی مسئول شما قرار است صحبت‌هایی داشته باشیم و این مرکز جدیداً با فعالیت آغاز کردن و کسایی که نیازمند موترهای کرایی بر محافل خوشی خود هستند اینا تقدیم از اونا میکنن و خوشبختانه که جواد جان مسئول روابط عمومی مرکز موترهای کرایی ارغوان همینجا حضور دارن که بیشتر امروشان گپ میزنیم ببینیم که چقدر خوش هستن اینا و چقدر خدمت بزرگ میکنن برای کسایی که آقا داماد هستن. سلام برسه جواد جان، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ سلامتین خوب؟ جانتان جور؟ تشکر، شما خوب هستین؟ بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. من گفتم جدیداً آغاز کردن همین شکل است؟ بله. سلامت باشین و من متعجب شدم و مطمئن هستم بینندای ما تعجب میکنن که چقدر خوب است که کسایی که نیازمند موتر بودن یا هم از بچه کاکا و بچه ماما و بچه خاله موتر می گرفتن یا هم از دوستای نزدیک خود حال اونمو خدمات از طریق شما میتونن به دست بیارن که موترهای مدل سال بعد از این از دیگران نگیرین، بیاین از مرکز ارغوان بگیرین و میشه در کوتاه در مورد مرکزتان معلومات بتین و چقدر مردم علاقمند شدن که بیاین به این مرکز. اول سلام و عرض احترام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. بسیار خوش آمدین به مرکز موترهای کرایی ارغوان. امروز شما این مجموعه یا پکیج از موترها رو که می‌بینید ما حدوداً بیشتر از 1 سال میشه که به فعالیت آغاز کردیم و این موترهایی است که پکیج‌های جدید و مدل‌های جدید و خصوصاً برای کسایی که محافل عروسی دارن یگان برنامه‌های در قسمت چکر و موترهایی که از بدرقه حاجی صاحبا و گپا داشته باشن خواستیم که یک متفاوت تر باشه. قبلا مردم در کورولا و چیزا این برنامه خود برگزار میکردن و ما خواستیم که موترهای شاسی بلند و مدل جدید باشه. ببینین بسیار عذر میکردن، کس موتر میدادشان خوب، اگر نمیدادشان مجبور بودن که از جای کرا بگیرن که بسیار گزاف برشان تمام میشد و خوشبختانه جایی که ما آمدیم این مرکز موترها را به 6000 7000 8000 9000 موتر مدل سال میتن. همین رقم است؟ بله. اما قسمی که شما هم گفتین موترهای ما خب هر بخشش جداست. اول که ما چندین نوع موتری که داریم اینجا موترهای لکسس است، موترهای لند کروزر است و همچنین فرونر و موترهای بنزین چیزام داریم که برای محافل میبرن و این برنامه‌های ما به 2 بخش یا به 2 پکیج تقسیم میشه که یک پکیج بخش موترهای گلپوش است که شما امروز باز در تصاویر میبینین. بله. و بخش دیگه موترهایی هستن که برای مؤسسات و دفاتر که راه میدیم که اونا با زیره‌ای هستن، جدا هستن. پکیجش باز در برنامه بعدی ان شاء الله اونا رو به معرفی به شما خواهد گرفتیم و در این بخش باز موترهایی که داریم. اما قسمی که شما هم گفتین موترهای ما برای محافل حدود 6000 الی 9000 افغانی کرایه شروع میشه. خیر باشین. چطور انگیزه باعث شد که بیاین امت یک خلاقیت را نشان بدین و کسایی را جذب بکنین که نیازمند هستن و شدیداً نیاز دارن؟ ما برای اولین بار وقتی که شروع به این کار کردیم فقط یک موتر شخصی بود که برای خود ما استفاده می‌کردیم. وقتی بعضی محافل خود ما دعوت می‌شدیم می‌رفتیم، اکثریت علاقه‌مند به این بودن که خوینا خود دعوتی هستن، این موتر داماد شایدی باشن
بعدا دیدیم که مردم رجوعش یعنی شوقش بیشتر به این موتر است تا این موتری که مثلا کرولا و گپا باشه. بعدش خواستن که از این موترها بیشتر اونا استقبال کنن و ما پکیج های کامل برای مردم باز بریم به خدمت. خیلی سلامت باشین. ان شاء کسایی که نیازمند موترهای مدل سال هستن حتما به مرکز ارغوان بیاین یا مرکز موترهای کرایی ارغوان که اینا میتونن موترهای دلخواه خود به دست بیارن. ما میریم به سمت معرفی موترهایی که در این مرکز است و مطمئن هستم که شما هم علاقمند میشین و حتما میایین. و جواد جان بریم به سمت معرفی موتر. کسایی که نیازمند هستن یا هم دوست دارن که حتما بیاین در این مرکزتان و موتر را به کرایه بگیرن. بله بسیار خوب است. اما قسمی که در اولم برای شما گفتم مجموعه موترهای خود به معرفی میگیریم برای شما. حالا هم تو گشته میریم موترها را میبینیم که دوستا و همشهریای عزیز ما میبینن ان شاء الله. اما کسایی که باز علاقمند میشن بیاین آدرستون براشون دمی اول بگو که با سرگردان نشن. بسیار خوب. خب فعلا که دنیای تکنولوژی است، ما از هر طریق هموطنای ما میتونن که ما رو پیدا کنن. حتی یک تعداد آقا دامادایی داریم که از خارج میان، اونا میتونن که از آدرس‌های آنلاین ما رو پیدا کنن و در خدمتشون قرار بگیریم. آدرس‌های ما آدرس از صفحه مرکز موترهای کرایی ارغوان در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونن پیدا کنن و همچنین از طریق شماره تماس میتونن با ما تماس بگیرن و همچنین از آدرس فیزیکی ما همچنین میتونن بیاین و موترها رو بگیرن. در سایه کوته سنگی است، فراموشتان نشه حتما بیاین و موتر دلخواهتان رو به کرایه بگیریم. بریم به سمت معرفی موترهای کرایی ارغوان و موترهایی است که واقعا دوست دارن آقا دامادها از این موتر استفاده بکنن و این اگر گلپوش ها چقدر مزدار خواهد بود که خود داماد پایان میشه و با عروس یعنی واقعا خیلی رویایی است. من نمیتونم اون لحظه را یاد برم چون من مجرد هستم هنوز. خب میشه معرفی بکنید؟ این مجموعه موترهای لکسیس ماست که ما از هر مدل موترهای خود جورایی موتر داریم. یعنی بعضیا میخواین که بیشتر از 2 تا یا چند تا موتر ببرن و موترهای یک مدل و یک جوره رو با هم ببرن و خاطر موترهای تعقیبیش ببرن و این پکیجایی که شما میبینید با پکیجای موترهای لکسیس ماست. بسیار خوب است. و کرایه ازی چند می؟ حدودا ما کرایه موترهای ما از اما 6000 افغانی الی 9000 افغانی شروع میشه که باز هر کدامشان باز وقتی که محفلدارای عزیز ما میخواین که انتخاب کنن هر بخش موترهای جداگانه باز در قیمت مشخص است. سلامت باشین. باز در قسمت گلش باز خود شما اینجا گل میزنین یا برای گل فروشی ها ببرن؟ خب گرچه اینجا این مرکز موترهای دست اول هستن، یعنی میتونن مستقیم از این آدرس هم پیدا کنن و همچنین از آدرس های دیگه از هتل دارا و معمولا از گل فروشی هم میتونن این موتر بگیرن که به کرایه بگیرن و از طریق خودی دفتر وقتی که از اینجا موتر رو به کرایه میگیرن ما خدمات گل سازی و گل فروشیش هم داریم که میتونن که از گل ها همینجا گلا برش سید شده و اونا استفاده کنن. سلامت. بین دوستا داخل همین موتر رو میبینیم. کسایی که دوست دارن بیاین داخل موتر رو ببینن و طبعا که از بیرون خیلی زیبا است و از داخل هم یک زیبایی خاص خود را داره که امور رنگی که خودی موتر داره با رنگ داخلی از چقدر مچ داره و واقعا لذت بخش است برای کسایی که محفل دار هستن. جواد جان چقدر خوب، یک اقدام بسیار خوب، اقدام بسیار نیک و ایره گفتین که موترهای لکسستان است. میریم به سمت دیگه موتر و این موتر هم لکسس است. بله اینا هم لکسس هستن. باز فقط در قسمت مدلایش فرق میکنن که این مدلایش نظر به یکدیگه تفاوت دارن که مدل موترهای ما معمولا از 2020 تا 2024 شروع میشه و میتونن که همشهریای ما هر کدامش به تاب دلشان انتخاب. 34 هم دارین؟ بله. به این مدل سال هم ببینیم و میایم به سمت دیگه موتر که این موترها بسیار مودم شده و یک زیبایی خاص خود را داره. از این برای من بگو جواد جان، غیر از محفلای عروسی جوانا اگر بخواین بر چکر بگیرن میتونن بیاین به این مرکز و از اینجا موتر به دست بیارن؟ بله ما در کل در سیستم مرکز موترهای کرایی خود برای هر بخش و به هر پکیج برای مردم در اختیارشان قرار دادیم تا بتونن که برای هر محفل خود، برای محفل عروسی خود، برای چکر خود، برای بدرقه از مهمانای خارجی خود از استفاده کنن و همچنین همون قسمی گفتم برای
دفاتر و مؤسسات هم همچنان داریم کنار است. نام خدا. و چقدر موتر از زمانی که شروع کردین تا فی الحال برای مردم کرایه دادین و چقدر مردم راضی هستن؟ خب در اوایل واقعیتش بر مردم نو بودن، یک چیز مدل جدید، واقعا خیلی یک شوق و ذوق زیاد داشتن و همچنان تقریبا کم کم رواجش بیشتر شده. فعلا در اوایل یک چیز خیلی مدل جدید بودن، چرا معمولا از این موترها برای مردای سیاستمدار ما قبلا استفاده میشن، فقط بچی وزیر و وکیل داشتن که از این استفاده میکنن. فعلا میتونن که یک شخص عادی از کشور ما میتونه از این موتر استفاده کنن و در چکرها و محافل خود استفاده کنن. هر کس میتونه وزیر شه. بعد از اینکه موتر از اینجا کرایه بگیرن فکر بکنین که وزیر هستین، وکیل هستین و یک آدمی هستین که با روزهایتان رسیدین. بریم به سمت دیگه موتر. و تنها همین مدل لکسس است یا دیگه موتر هم دارین اینجا؟ البته دیگه موترام داریم اینجا. معمولا شما در تصاویر بیشتر رنگ‌های سفیدش دیدین. اینجا باز یک رنگ ویژه دیگه هم داریم که از مدل موتر لند کروزر است. و همین قسم لند کروزری که شیپی لکسس دارن. خب گرچه بازم محفل دارای ما به خاطر مدل شیپش بیشتر چی نمیکنن، برای چکرهای خود انتخاب میکنن یا برای محافل خود. معمولا از این موترام بیشتر استفاده میکنن برای عروسی خودن. یک موتری که سفید میگیره برای عروس و موترهای تقریبش سیاه میگیرن. ما از هر دو رنگ جرایش و خدمت همشهریان داریم. خیر ببینید گلسازان موتر دارن و به کرایه میتن. باز شما هم به او گلسازا موتر میتین به کرایه تا اینکه اونا بتونن برای دیگه مشتری‌ها کرایه بدن؟ بله معمولا خب اکثر گلسازا اگر شاید احتمالاً داشته باشن به ندرت از شاید بیشتر از یک موتر چیزایی نداشته باشن. ما اینجا از پکیج و بعض یک بسته خاصی از موترها داریم که میتونن محفل دارای عزیز ما از 1 الی 20 موتر به کرایه بگیرن همزمان در محفل خود و میتونن در قسمت محفل دارا و هتل دارا و همچنان کسای دیگه که از گلسازی ها موتر میگیرن اکثر باز موترهای ما رو به کرایه میگیرن که البته من پیشنهاد میکنم که از خود دفتر بهترتر از پرشان دست اول میشن. غیر هموطنای ما میفهمن چرا که قدم دوم سوم شد هر کس بایسی خود یک کمیشنی دارن، ولی میتونن که از آدرسایی که من برشان گفتم باز یک نمبر تماسم یاد ما نره در آخر برشان میگم از این موترها میتونن که استفاده کنن. چقدر خوب. این اگه شما هم دوست دارین کوشش بکنین در مرکزش بیاین و از اینجا به دست بیارین. طبعا که گل فروش ها اونم فایده خود را در نظر میگیرن و شاید براتون قیمت‌تر تمام شود و اینجا خوب است که ارزان‌تر میتونین موترهای خودتان به کرایه بگیرین. و این هم شد لند کروزر تیویتا رنگ سیاه و کسایی که علاقه‌مند به رنگ سیاه هستن میتونن که این موتر گلپوش بکنن و یک زیبایی خاص ببخشن. و چقدر موترها در کل شما اینجا دارین و یک کسی که میخواد که محفل را برگزار بکنه میتونه چندین دانه از شما به کرایه بگیره؟ بله اما قسم خب اکثریت یک موتر یا دو موتر میگیرن، ولی ما محفل دارایی داشتیم که الحمدلله از لحاظ اقتصادی خوب بودن. الی 20 موتر هم به کرایه گرفتن از ما با مدل‌های مختلف و با رنگ‌های مختلف. پشت در پشت. پشت در پشت. یک نفر فکر کنه که یک وکیل هنوز مانده. بله و باز موترهای وی آی پی خود برای شما به معرفی میگیریم که در آخر بسان است. بخیر باشین. بریم به سمت دیگه موتر. بخیر. بین شما هم دوستا بیننده باشین. ما در مرکز موتر کرایی یا موترهای کرایی ارغوان هستیم. به به چی یک زیبایی داره این موتر. این موتر بیخی متفاوت است. من در شهر بازار بسیار کم میبینم. چی نوع موتر است و چطور است علاقمندی مردم به این موترها؟ خب اما قسمی که این موترها در آخر هم به معرفی گرفتیم موترهای وی آی پی و خاص ماست که میتونن یگان تا امو شیک پوش ها اینا استفاده کنن. موترهای لند کروزر است که اینا صفر هستن، 0 کیلومتر نو به آوردیم به خدمت همشهریان قرار بگیرن و موترهای ویژه است. چقدر خوب. این موترهای صفر و این موترها بیشتر در دبی ما دیدیم امو کسایی که بسیار پیسه‌دار هستن و بسیار سرمایه دارن از این موتر دارن و موتر 24 است 2024. شما میتونن که در محفلاتون موتر 2024 گلپوش بکنین و همون محفل خود را به خوشی برگزار بکنین.
سمت داخلش هم میتونیم دیده که عزیزان ما بیرونش خود دوست دارن دیدن و ما میخوایم که داخل موتر ببینیم. دقیقاً موترهای ما که هستن از لحاظ فول آپشن هستن، یعنی همه امکانات همه بخشا رو دارن در خود، از لایتینگ گرفته تا تمام بخشایشن و موترهایی هستن که واقعا میتونن همشهری ما با محفل های خود و با چکرهای خود از لذت ببرن. انشالله بیاین داخل ببینیم و قرار است دوستایی که ایره به کرایه بگیرن از داخلش هم مستفید شوند که داخلش هم یک زیبایی خاص خود داره و هر شیپ هر مدل انسان را جذب خود می سازه که میتونه که موتر دلخواه خود را که 2024 است، 23 22 20 هر کدامش علاقمند بود میتونه که به کرایه بگیره. جواد جان، آیا این قیمتی که شما ماندین که از 6000 الی 9000 است از این موترهای مدل سال برتان میصرفه؟ چیز برتان میمونه نمیمونه؟ خب ما کوشش کردیم که اول امی خدمات برای همشهریان خود اینا را هدیه کنیم و بیشتر تا ای که در چرد تجارت و ایکاپای خود باشیم. این خب یک بودی دیگه طرف قضیه میشه که ما میتونیم همچنان نیرم در نظر بگیریم، یعنی نشود که ما خود سرمایه گذاری کردیم حداقل اما کار کسب کاسبی ما چه شود. در پلویزی کارهای دیگه هم هست و همشهریای ما وقتی که از این فرصت یا از این قیمت ها استفاده میکنن، ما هدف ما از قیمت هایی است که در کل اگر نظر به بازار ببینیم ما حدود 50 الی 60% تخفیفات در به شکل عمومی در نظر گرفتیم. این تخفیفات معمولا در بازار هم $300 موتر را به کرایه میگیرن، ولی ما تخفیفایی آوردیم که بتونن همشهریای ما از این استفاده کنن و همه استفاده کنن، نشه که فقط کسایی که پول داره همونا استفاده کنن. و این قیمت های ما به این خاطر پایین آوردیم که بتونن مردم بیشتر از یک موتر هم بگیرن. ان شاء الله. و این هم موتر 2024 موترهای وی آی پی که علاقمندای زیاد خود داره و این هم یک شیپ بسیار خوب، یک نوع دیگر موتر که واقعا انسان را جذب خود می سازه. این کدام نوع موتر است و چقدر علاقمندای خود داره و از این چند دانه دارین در کل؟ این موتر لندکروزر ماست که این موتر خب از اول ما گفتم از هر شیب و هر مدل ما جورایی داریم و با دو رنگ است، یعنی رنگ سیاه و سفیدش هست که میتونن معمولا برای محافل با رنگ سیاهش به خاطر تعقیبی موترهای عروس انتخاب میکنن که یکمی به اصطلاح پروفشنال تر باشن. و این موترهای خاص هستن که از شیب هم اکثریت خیلی استقبال میکنن و خوش دارن که از موتر لندکروزر هم استفاده کنن. قربانتون، سلامت باشین. این هم یک شیپ دیگر با رنگ سفید و گفتن که رنگ سیاهش همچنان هست که اونا من حیث موتر تعقیبی استفاده میشه. و بیاین به سمت موترهای دیگر. این هم وی آی پی از دیگه تمامش وی آی پی سیاه. این موتر لندکروزر ما سیاه هست که اما قسمی که بر شما در اون قسمت هم گفتم موترهای جورایی سفید ماست که این موتر معمولا به خاطر عروسی اگر انتخاب کنن موتر تعقیبی انتخاب میکنن و معمولا به خاطر بدرقه از مهمانای خود معمولا بیشتر سیاه انتخاب میکنن. بازم ذوق مردم است دیگه به انتخاب خودشان. این حال ما اگر بخوایم که عروسی بکنم و بخیر نامزاد شوم، باز برای من چقدر تخفیف در نظر میگیرین و میتونیم که از این مرکز موترهای زیادی را به دست بیاریم؟ بله. هرچند قیمت های ما ثابت است ولی یک موتر سیاه باز برای شما توفه. خیلی ببینید، تشکر. این چقدر خوب که ما را هم نوازش میتن دیگه. بخیر و سلامت باشین. میشه دوستایی که علاقمند هستن و یک نگاه به عقب این موترها پرتین ببینین که داخل و بیرونش یک شیپ دیگر است و عقب موترها فعلا قسمی که میبینین هر کدامش یک شیپ جداگانه خود داره که اما در کل وقتی که سال به سال موتر تغییر میکنه تغییرات در تمام بخش‌های موتر میارن. بله دقیقاً. معمولا خب گرچه ما نمیتونیم بخش تکنیکیش صحبت کنیم چرا به خاطر فروش نیست، ولی بازم در کل موترهای مدل سال و موترهایی هستن که اینا را مود سال است. مردم بیشتر کوشش میکنن با مود سال انتخاب کنن. با مخاطر است فقط تغییرات در آپشن و بعض موضوعات دیگهش میه که ما کوشش کردیم که برای هموطنان خود مدل‌های سال برسن. ان شاء الله. این حال کسایی که علاقمند این موتر شدن و از طریق برنامه ما مکانتان را
پیدا کردن آمدن، بر از اونا هم تخفیفی در نظر میگیرین و در پهلویش شماره تماستان بگوین که سرگردان نشن، مستقیم به این مرکز بین و موترهای دلخواه خود را از اینجا بگیرن. خب است، باز یک بار دیگر ما رو میتونن از آدرس های آنلاین هم پیدا کنن که از موترهای مرکز موترهای کرایی ارغوان است و همچنان از طریق آدرس فیزیکی ما که کدسنگی و شروعی سرک پل سوخته است و همچنان از شماره تماس ما که 0790 44 2003. با این شماره میتونین که مستقیم مرکز ارغوان پیدا بکنین. خب در آخر اگر حرف پیام باشه که ما در خدمت میتونین که برای دوستای عزیز و کسایی که علاقمند موترهای مدل جدید هستن میشه که پیامتون بگین. همشهریان عزیز، بازم که شما موترهایی که در تصویر دیدین موترهایی هستند که برای محافل شما، برای خوشی شما و همچنان برای بدرقه از مهمانایتان و همچنان برای چکر و سیر و تفریحتان میتونن از اینا موترهای استفاده کنین. در آخر پیام هم همیست که همشهریای ما میتونن که امو قسمی که رواشای مخصوصا عروسی ما که در افغانستان از اسب شروع شده اما به ترتیب می آمدن مردم با موتر، بالاخره ما خواستیم که موترها را به شما و خدمتتان قرار بدیم و شما میتونین که از محافل خود لذت ببرین و در این موترها محفلهای خود را برگزار کنین. قربانتان سلامت باشین جواد جان، از اینکه وقت دادین و تشکری خاص میکنم از مرکز موترهای کرایی ارغوان که چنین خدمات را خدمت هموطنان عزیز ما ارائه کردن و واقعا یک خدمت نیک و بر کسایی که واقعا نیازمند هستند. دامادهای عزیزی که در فکر موترهای عروسی خود بودن بعد از این خاطر جمع باشن و میتونن که موترهای خود را از اینجا به دست بیارن. این بود برنامه امروزی ما که تقدیم شما کردیم. تا دیدار بعد که من معین مهرزای در خدمت شما حاضر میشم. شما رو به خداوند یکتا میسپارم. شاد خورم، زندگی آرام و سعادت داشته باشید.